سرخط خبرهای مهم. اولین جراحی بیبورشی تلخدان در تاجیکستان. در فرودگاه‌ها شرط‌های سفر به روسیه را فهماندند. هشدار از گرمی 40 درجه‌ای در تاجیکستان. روزتان بخیر باشد بیننده‌های عزیز. امیدوارم خوبید. شما نوید بامدادی رو از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه تماشا دارید. امروز چهارشنبه 14 می. در تاجیکستان نخستین عملیات جراحی بیبورشی تلخدان و راه‌های تلخگذر موفق انجام یافته است. وزارت بهداشت تاجیکستان در خبری گفت تشخیص جراحی مذکور با اصول اندوسکوپی بیبورش از دهان گذرانده شد. با گفته مسئولین تندرستی این اولین چنین جراحی در تاجیکستان و آسیای مرکزی بوده. آن را در مرکز جمهوری علمی جراحی دل و رگ‌ها با استفاده از دستگاه طبی IMAX انجام دادند. معلوم نیست که این عملیات کی گذرانده شده است، ولی خبر آن را آژانسی خبر روز 13 می نشر نمود. مدیر شعبه تشخیص و طبابت مرکز سوربان موسویف گفته است که تا امروز چنین جراحی ها با اصول کشاده یعنی به طریق برش زیاد جسم بیمار انجام داده می شدند. در خبر درباره هویت بیمار و وضع صحتی او بعد جراحی مشخصاً چیزی گفته نشده است، ولی در خبر رسمی آمده است که بیماران بعد چنین جراحی با گذشت 24 ساعت رخصت داده می شوند و همزمان زود شفا می یابند. نمایندگان خدمات مهاجرت تاجیکستان در فرودگاه‌های دوشنبه، بختر، کولوب و خوجند با مهاجران کاری پیش از سفر ملاقات کردند. خدمات مهاجرت گفت در این واخوری‌ها با مهاجران طرز فعالیت مهنتی، درست پر کردن کارت مهاجرت، ترتیبی رسما گرفتن اجازتنامه یا پتنت، سرتیفیکات عاید به دانستن زبان روسی و ترتیبی در قید جای استقامت گذاشتن شهروندان خارجی بود طرز بستن شرطنامه مهنتی فهمانیده شد. بلند برداشتن سطح آمادگی مهاجران پیش از سفر به خارج کشور از جمله به روسیه هدف این واخوری‌ها گفته شده است. بنا به یک فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، مهلت قانونی‌گردانی بود و باش شهروندان خارجی در این کشور تا 10 سپتامبر تمدید شد. طبق آن خارجیانی که در روسیه غیر قانونی کار و زندگی دارند باید هر چه زود سندهای خود را درست کنند و یا از این کشور بیرون شوند. ثبت نام در اداره مهاجرت، پیشنهاد معلوماتی بیومتری و پزشکی، شهادتنامه دانستن زبان روسی و اجازه اقامت از شرط‌های اساسی است. همچنین مهاجران نباید از پول تلفن و پرداخت جریمه و خدمات دیگری دولتی قرضدار باشند. به شهروندان ازبکستان که به وطنشان اخراج یا دیپورت شدند 2 سال شناسنامه خارجی داده نمی شود. در این باره رسانه‌های محلی از قبل حکومت این کشور خبر دادند. این به شهروندانی که در کشور استقامت خود قانون را ویران کردند یا آبروی ازبکستان را پس دادند دخل دارد. همچنین این شهروندان ازبکستان عهده‌دار می‌شوند که برای بازگشتشان به وطن از مبلغ خود پرداخت کنند و از دیپورت شدگان طلب کرده می‌شود که امتیاز و جبران پولی را به خزینه مهاجرت برگردانند. آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان پیشگویی کرده است که شروع از امروز تا 17 می حرارت هوا در بعضی منطقه‌های تاجیکستان تا 41 درجه گرم خواهد شد. گرم شدن هوا به گفته طبیبان به نفرانی که از فشار بلندی و بیماری‌های دل و دیابت قند رنج می‌کشند تاثیر منفی دارد. وابسته به این موضوع همکارمان برات یوسفی با صاحب نظر زایروف، معاون سرداری خدمات نظارت دولتی و سانیتری و اپیدمیولوژی صحبت کرد. توصیه‌های کارشناس را برای امین ماندن از گرمی همراه می‌بینیم. خیلی که به همگان معلوم است این زمان ما در فصل بهار یعنی که فرارسی فصل گرما قرار داریم. از گفته های متخصصان مرکز باد و هواسنجی معلوم می‌گردد که روزهای نزدیک یعنی که بلندشوی حرارت هوا گویا تا 40 درجه میرسد. این در گمان است. ما خود میدانیم که منطقه تاجیکستان یعنی منطقه گرمی هست. این همه ساله در مشاهده ها نشان میدهد که بلندشوی حرارت هوا مشاهده کرده می شود. ناگفته نماند که بلندشوی حرارت هوا این از یک جهت اگر که خوب باشد برای کشاورزان و برای چارواداران، از جهت دیگر هم طرف منفی خود را دارد هم طرف مثبت را. یعنی که برای نفرانی که گرفتار بیماری های مزمن می باشند، یعنی به مانند بیماری های قلب، بیماری های راه نفس، بیماری های
دیابتی قند یعنی که دارند در چنین حالت‌ها یعنی که با بالا رفتن حرارت هوا در اینجا یعنی که تنقیسی مشکلی‌ها نسبت این نفران با وجود می آید. چون که ما خود می‌دانیم که حرارت هوا که گرم رفت در اینجا طلبات فیزیولوژی ارگانیسم انسان یعنی که با نوشاکی‌ها یعنی که طلبات زیاد می شود. باید ما کوشش کنیم که در این دوره که یعنی با بلندشوی حرارت هوا می رود باید که طلبات فیزیولوژی ارگانیسم خود را قانع گردانیم. اساساً شخصانی که گفته گذاشتم بیماری های مزمن دارند یعنی که بیماری های راه نفس، بیماری های قلب و بیماری هایی که نفس گرفتاری بیماری دیابت قند هستند. اساساً در اینجا مشکلی ها به آنها می رسد. همچون متخصص ساحه من همین رو گفتنی هستم که در فرارسی چنین روزهایی که یعنی که حرارت هوا از معیار زیاد می شود نه تنها نفرانی که گرفتار بیماری ها هستند خود شخصان عادی هم می توانند که بیهوده در هوای گرمی یعنی که سیر و گشت نکنند چون که این هوای گرم هم خیلی گفته گذاشتم هم طرف منفی خود را دارد هم طرف مثبت خود را دارد. در این روزها اگر که شاید نفرانی که ضرور هستند برای برآمدن به بیرون یعنی که به منطقه ها میتونند که در اینجا استفاده برند از چترها یعنی که چترهای استفاده برند و عینک هایی که هستند که برای ضد آفتاب یعنی که روشنایی آفتاب هم زیاد میشود گرم میشود از اینها هم استفاده برند و ارگانیسم خود را بسیارتر قانع گردانند با نوشانی‌های تشنه شکن یعنی که آبهای عادی که ما آب مصفا داریم از این آب بسیارتر ارگانیسم رو با آب قانع گردانند و چخیلی که گفته گذاشتم نفرانی که یعنی که بیماری دارند در این مرحله خودداری نمایند از خوراکی هایی که روغنی هستند خوراکی هایی که گوشتی هستند در این روزها خودداری نمایند بسیارتر از محصولات های شیری سبزیجاتی میوه‌جات استفاده برند بسیار خوبتر و بهتر می شود. دادگاه در فرانسه هنرپیشه معروف سینما ژرار دپاردیه را بر اساس اتهام خشونت جنسی نسبت به دو زن به 18 ماه حبس شرطی محکوم کرد. دادستان طلب کرده است که هنرپیشه 76 ساله به 1.5 سال حبس شرطی و 20,000 یورو جریمه محکوم شود. جبردیده‌ها دو نفر بوده، یکی رسام تهیه‌گر 54 ساله و دیگری یوآوری کارگردان 34 ساله میباشند. آنها سال 2021 همراه با دپاردیه در تهیه فیلم پرده های سبز کار کردند. زنها در شکایت دادگاهی گفتند که دپاردیه به جایهای نامحرمی آنها دست میزد. در سالهای اخیر در مجموع تخمینا 20 زن درباره رفتار غیر اخلاقی دپاردیه خبر دادند، ولی این اولین پرونده هست که تا به دادگاه رفته است. بخش یک روز تاریخ را همراه میبینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی بیخبر نمانیم. 14 می سال 2015 در تاجیکستان در رابطه با ناپدیدشوی سرداری گروهی تعییناتی مخصوصی وزارت امور داخلی پالکونیک گلمراد حلیمов پرونده جنایی باز شد. پالکونیک حلیمов از میان بیش از 2000 شهروند تاجیکستان بلند مقامترین عضو داعش از این کشور بود. زمان همچون وزیر جنگی داعش معروف شد. سال 2017 اطلاعی زید و نقیض درباره کشته شدن او نشر شد، ولی تا حال این آوازها رسما تصدیق نشده است. 14 می سال 2016 رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان تغییرات به قانون‌های اید را امضا کرد که بر اساس آن 16 نوامبر همچون روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود. 16 نوامبر سال 1992 امامعلی رحمان رئیس شورای عالی پارلمان وقتی تاجیکستان انتخاب شده برای بار اول به رهبری این کشور رسید. منتقدان اعلان روز پرزیدنت را ادامه سیاست پرستش شخصی رهبری اول در تاجیکستان مینامند. 14 می سال 2018 بازار صابر شاعر معروف تاجیک پس از
2 ҳафтаи даргузашташ дар амрико дар ватанаш тоҷикистон ба хук супурда шуд. марги Бозор Собирро аҳли адаби тоҷикистон талафоти бузурге барои адабиёти тоҷик меноманд. дар саргаҳи ҳаракатҳои демократии солҳои 80-уми тоҷикистони шӯравӣ буд. озодандешиаш сабаб шуд ки соли 1993 барои 9 моҳ зиндонӣ шавад. баъди раҳоияш бо мусоидати созмонҳои ҳомии ҳуқуқ дар амрико муқим шуд. худи шоир дар бораи худ гуфтааст: шеър дар ҳалқам бимирам, шоири халқам бимирам. субҳи имрӯз бонки миллӣ 1000 рубли русиро ба 129 сомонӣ, 100 евро ба 1157 сомонӣ ва 100 доллар 1041 сомонӣ муқаррар кардааст. бинандагони азиз, сипос ки моро ҳамроҳӣ кардед. То фардо дар ҳамин вақту соат хайр.